The 12 years that I've spent in this wheelchair. The 12 years that I've spent in this wheelchair. 12 سالی را که من برای این ویلچر سپری کردم. ویلچر به عنوان ویلچر می باشد. البته رسانه داری هم به آن ویلچر میگوییم. یک چوکی است که مربوط به اشخاص معیوب می باشد. اوکی؟ Have taught me some powerful life lessons, and I thought that maybe I should share some of those life lessons with you all. اوکی، بعضی از درس‌های مهمی را برای من آموخت و من فکر کردم که بهتر است بعضی از آنها را برای شما شریک بسازم، یعنی همراه شما این دروس زندگی رو شریک بسازم. I have learned that accidents can happen. Accidents will happen. من آموختم که حوادث میتواند در زندگی اتفاق بیفتد. حوادث در زندگی اتفاق خواهد افتاد. Accidents، حوادث یا رویدادها معنا میدهد. کلمه happen هم به معنای اتفاق افتادن می باشد. But those accidents, which are so powerful and so strong that they change your DNA, اما آن حوادثی که بسیار قدرتمند هستند، بسیار قوی هستند که می تواند DNA شما را تغییر بدهد، یعنی وجود شما را تغییر بدهد. the accidents, which maybe somehow deform your body, but حوادثی که بعضی اوقات تا حدودی می تواند که بدنتان را بد شکل بسازد. کلمه دیفورم بد شکل ساختن معنا می‌دهد، یعنی بعضی حوادثی هستند که می تواند بدن شما را بد شکل بسازد. body, but they transform your soul are not just accidents. اما زمانی که آنها روحتان را به بهترین شکل یا به شکل درست تغییر بدهد، آنها فقط حوادث نیستند. کلمه ترانسفورم به معنای تغییر دادن می باشد. سول هم به معنای روح می باشد. They are blessings in disguise. They are blessings in disguise. آنها در عوض یک رحمت هستند، یک کار خوب، یک چیز خوشایند هستند. Because they transform you into the best version of you. به خاطر که آنها شما را به بهترین شکل یا به بهترین روش تغییر می دهند. So embrace those accidents. پس این حوادث را بپذیرید، قبول کنید. Embrace یعنی پذیرفتن، قبول کردن می باشد. I tried to hate the incident. من کوشش کردم که از حوادث نفرت کنم. Hate یعنی نفرت داشتن. Incidents هم معنای حوادث می باشد، یعنی معنای مشابه یا یکسان با کلمه accident می داشته باشد. I tried to forget it, but I couldn't. من کوشش کردم که آن را فراموش کنم، اما نتوانستم. کلمه forget با معنای فراموش کردن می باشد. Because how can you hate something which transformed you into a better version of you, right? به خاطر که شما چگونه می توانید چیزی را فراموش کنید که شما را به بهترین ورژن، یعنی به بهترین شکل تغییر بدهد. So instead of hating it, I embraced it. پس در عوض نفرت کردن از آن، من آن را قبول کردم یا آن را پذیرفتم. Instead of در عوض و هیچ هم معنی نفرت نباشد. اوکی؟ به عوض نفرت کردن از آن، من آن را قبول کردم. این حوادث را پذیرفتم. You know what? We human beings have a problem. شما میدونید که ما انسان ها چی مشکل داریم؟ شما میدونید what we human beings have a problem. ای که ما چگونه یک مشکل می داشته باشیم. ما انسان ها چی مشکل داریم؟ We always expect ease from life. ما همیشه از زندگی خود آسایش یا آسانی می خواهیم. ایز به معنی آسایش یا راحتی می باشد. We have this amazing fantasy about life. ما این تخیل شگفت‌انگیز را نسبت به زندگی خود داریم. کلمه amazing شگفت‌انگیز، باور نکردنی می باشد و فانتزی به معنی تخیل یا خیالات می باشد. ما این خیال شگفت‌انگیز را در زندگی خود داریم. This is how things should work. This is my plan. It should go as per my plan. این قسمی است که باید زندگی من به پیش برود و این پلان یا برنامه من است و هر چیز باید بر اساس پلان‌های من به پیش برود. This is my plan. این برنامه من است. It should go as per my plan. زندگی باید بر اساس
پلانهای من به پیش برود. plan. If that doesn't happen, we give up. اگر این پلانها یا برنامه ما اتفاق نیفتد ما تسلیم می شویم. give up به معنی تسلیم شدن می باشد و یا هم دست کشیدن از تلاش یا کوشش می باشد. از کوشش دست می برداریم و تسلیم می شویم. So my dear friends, let me tell you one thing. I never wanted to be on the wheelchair. پس دوستان عزیزم من می خواهم یک چیز را برایتان بگویم. من هرگز نمی خواستم که بالای این ویلچر باشم. Never thought of being on the wheelchair. هرگز فکرش را نمی کردم که بالای این ویلچر باشم. Thought is the past form of think. اوکی؟ فکر می کردم. یعنی هرگز فکر نمی کردم. Never یعنی هرگز یا هیچ وقت ما می باشد. جمله را منفی می سازد. یعنی هرگز این فکر را نداشتم که بالای ویلچر باشم. I was always aspiring to do bigger things but had no اوکی من همیشه آرزو داشتم که کارهای بهتری را انجام بدهم و همیشه آرزو یا میل داشتم که کارهای بزرگ انجام بدهم. Aspiring I was always aspiring همیشه آرزو داشتم یا میل داشتم. Aspire به معنی آرزو داشتن می باشد یعنی آرزو داشتم کارهای بزرگ انجام بدهم. aspiring to do bigger things but had no idea that for that I have to pay the price. اما این را نمیدانستم که باید به خاطر آن من قیمت آن را بپردازم. کلمه price به معنی قیمت یا بها می باشد. اوکی اما نمیدانستم که باید به خاطر این کار یک قیمت بپردازم. To pay the price to be where I am today. It's a very heavy price. این که من اینجا هستم این یک ارزش بسیار سنگینی است. این یک بهای بسیار سنگینی است. heavy به معنی سنگین می باشد. This life is a test and a trial. این زندگی یک امتحان است. امتحان و یک امتحان است. تست و ترایل هر دو به معنی امتحان می باشد. Life is a trial. Every time you realize that it is زندگی یک امتحان است. هر لحظه یا هر بار شما آن را می دانید و آن را درک خواهید کرد. Life is a trial. Okay? Realize معنی درک کردن می باشد. realize that it is okay to be scared. It is okay to cry. این درست است که شما ترسیده باشید و این درست است که شما گریه کنید. Scared به معنی ترسیده می باشد. Cry هم به معنی گریه کردن می باشد. But giving up should not be an option. اما تسلیم شدن نباید یک گزینه باشد. Option به معنی یک گزینه می باشد. یک انتخاب می باشد. اما تسلیم شدن giving up نباید یک گزینه شما باشد. Never. We have this thing in minds. ما این چیزها را در زندگی خود داریم. یعنی در افکار خود، در خیال خود این گونه چیزها را می داشته باشیم. mind به معنی فکر می باشد. شکل جمع آن minds به معنی افکار می باشد. ما اینها را در افکار خود داریم. We call it perfection. We want everything perfect. We want اوکی we call it And our perfection. ما آن را perfection یعنی کاملگرایی می نامیم. perfection یعنی چیزی که کامل باشد. یعنی هیچ عیب نداشته باشد. We want everything perfect. ما هر چیز را کامل در زندگی خود می خواهیم. یعنی بی عیب و نقص می خواهیم در زندگی خود. we want ourselves to be perfect. There is this image in our head about everything. ما می خواهیم که وجود ما کامل باشد و این تصورم راجع به هر چیز می باشد. Perfect life, perfect relationships, perfect career. زندگی کامل می خواهیم، روابط کامل و یک وظیفه کامل و بی عیب می خواهیم. career به معنی یه وظیفه می باشد، اما مسئولیتی که داریم و relationship هم به معنی روابط می باشد. Nothing is perfect in this world. هیچ چیزی در این جهان کامل نیست. هیچ چیزی کلمه nothing به معنی هیچ چیز می باشد. اوکی nothing is perfect in this world. هیچ چیزی در این جهان کامل یا بی عیب نیست. In this world, we all are perfectly imperfect, and that is perfectly all right. ما همه کاملا غیر کامل هستیم، ناتکمیل هستیم. We are all perfectly imperfect. ما همه کاملا بی عیب نیستیم، یعنی عیب هایی داریم. And that's perfectly all right. و این کاملا درست است. هیچ مشکلی نیست که ما کامل نباشیم. That's all right. We were sent here not to become the perfect people. ما اینجا ارسال شدیم یا ما به این دنیا آمدیم که
نباید کامل شیم، یعنی ما اینجا آمدیم که به شکل کامل آن نباشیم. قسمی به دنیا آمدیم که کامل نیستیم. I used to be perfect. I still remember. من قبلا یک شخص کامل بودم، تا به حال به یاد دارم. Used to means before. اوکی؟ کلمه used to قبلا مرا میدهد. I used to be perfect. من قبلا کامل بودم. BI بودم. I still remember. تا هنوز به یاد دارم. I got this compliment years ago when I used to walk. Oh my God, look at you. You're fair. You're tall. من این نظریات رو داشتم، این تعریف ها رو قبلا با خود داشتم. او خدای من، با تو به طرف خود ببین، تو مناسب هستی، اندام مناسب داری، تو قد بلند هستی. این نوع تعریف ها را راجع به خود داشتم. Fair. You're tall. You're perfect. Look at me now. You're perfect. شما کامل هستین. یعنی قبلا برایش گفتم میشه تو بی آی هستی. Look at me now. حالا به طرفم ببین. In all those imperfections, you have to listen to your heart. در تمام همه این ناکامل بودن یا عیب هایی که شما دارین، شما باید به قلبتان گوش بدین. You have to listen to your heart. Heart یعنی قلب. You don't have to look good for people. You don't have to look good for people. شما ضرورت ندارین، هیچ نیاز ندارین که برای مردم خوب معلوم شوین. Look به نظر رسیدن معنا میدهد، اوکی؟ شما ضرورت ندارین که به مردم خوب به نظر برسین. You don't have to look good for people. You don't have to be perfect just because other people want you to be perfect. شما ضرورت ندارین که کامل باشین فقط به خاطر که مردمان دیگر میخواهند که شما کامل باشین. یعنی نظریات دیگر رو آنقدر هم مهم نیست. If your soul is perfect from within, اگر روحتان از داخل وجودتان کامل باشد، soul به معنای روح می باشد. وطن یعنی در وجود، داخل وجود. اگر روحتان از داخل وجودتان کامل باشد، this is all what you need to be. این همه چیزی است که شما باید باشین. Our society has made very weird kind of norms to look perfect and great. society یا جامعه ما یک نرم، یک معیار بسیار عجیب دارد، ای که شما کامل به نظر برسید. نرم زمانه معیارها می باشد، اوکی؟ ویرد هم زمانه عجیب می باشد. جامعه عجیبی داریم، معیارهای عجیبی وجود دارد که شما باید کامل به نظر برسید. For men it's different, for women it's different. برای مردان متفاوت و برای خانم‌ها هم این معیارها متفاوت است. We think too much about what people say. ما بیش از حد فکر میکنیم ای که مردم چی میگویند. We think، ما فکر میکنیم too much، بیش از حد. کلمه too much بیش از حد معنا میدهد. We listen to ourselves too little. اما برعکس ما به وجود خودمون بسیار کم گوش میدهیم. We listen، ما گوش میدهیم to ourselves too little، به خودمون بسیار کم. Too little کم معنا میدهد. You know what makes you perfect? آیا میدانید که شما را چه چیزی کامل میسازد؟ When you make someone smile. زمانی که شما سبب شوید یک کسی لبخند بزند. در اینجا make سبب شدن معنا میدهد، اوکی؟ از لحاظ گرامر causative verb یا فعل سببی است. زمانی که شما سبب میشوید یک کسی لبخند بزند. You know what makes you perfect? When you try to do something good for the people around you. میدونید که چیزی شما را کامل میسازد؟ زمانی که به مردمی که در اطرافتان است کارهای خوبی انجام بدهید، یک چیز خوب انجام بدهید. around در اطراف معنا میدهد. Try to do something good for the people around you. You know what makes you perfect? When you feel someone's pain. آیا میدونید چه چیزی شما را کامل میسازد؟ زمانی که شما درد کسی را احساس کنید. feel احساس کردن معنا میدهد و pain هم به معنای درد میباشد. زمانی که شما درد کسی را احساس کنید. And how beautiful pain is that it connects you with people. و این درد چقدر زیبا هست که شما را به مردم وصل می کند. کلمه connect وصل کردن معنا می دهد. No other medium can connect you with others but pain. That's چیز دیگری وجود ندارد که شما را با مردم دیگر وصل کند مگر دردهایتان. why I always say that I'm in pain and that's a blessing in disguise for me.
از این خاطر من میگم که من درد دارم و این برای من یک رحمت است، یک چیز خوبی می باشد. You know what connects me with them? All my imperfections. آیا میدونید چه چیز من را با آنها وصل می کند؟ تمام کمبودی های من imperfections و اون کمی ها یا کمبودی ها می باشد. تمام کمبودی هایی که دارم من را با آنها وصل می کند. When I go and I hug them, they never judge me. زمانی که من می روم و آنها را در آغوش می گیرم، آنها هرگز من را قضاوت نمی کنم. They never judge me. judge یعنی قضاوت کردن و never هم گفتم که معنی منفی می داشته باشه که هرگز منو می دهد. So how beautiful these imperfections are, that because of these imperfections you can connect with people. Then why are we all running after being perfect? پس این کمبودی ها چقدر زیبا هستند که ما را با مردم یکی می سازند. پس چرا ما همه به خاطر کامل بودن تلاش می کنیم، دوش می کنیم، اینقدر می دانیم که ما باید همه کامل باشیم. What's the point? What's the point? چی موضوع است؟ چی خبری است؟ I always say that people are so lucky they don't even realize. You must be thinking, من همیشه فکر می کنم که مردم چقدر خوش شانس هستند. اینکه آنها حتی اینو نمیدونند که چقدر خوش شانس هستند. شما باید راجع به آن فکر کنید. okay, you're lucky in what sense? Well, the breath that you just took was a blessing. همان نفسی که شما قبلا گرفتید این یک رحمت الله است. یک رحمت است. یک چیزی است که باید با آن شکرگزار باشید. Embrace it. There are so many people in the world who are dreaming to live a life that you are living right now. You have no idea. شما این را نمیدانید مردمان زیادی در جهان وجود دارند که زندگی شما را داشته باشند. همین زندگی که شما دارید. Embrace each and every breath that you are taking. Celebrate your life. هر لحظه که شما در زندگی دارید آن را بپذیرید و از زندگیتان را تجلیل کنید. آن را دوست داشته باشید. Live it و آن را زندگی کنید. Live it. Don't die before your death. We all die. Don't die before your death. قبل از مرگتان نمیرید. ما همه یک روزی خواهیم مرد. زندگیتان را به گونه درست سپری نمایید.